مسائل بنیادین نگرش اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته در بحث ارزش شناخت این رو فهمیدیم که گزاره های ما تقسیم میشن به بدیهی و نظری. گزاره های نظری نیازمند استدلال بود، گزاره های بدیهی احتیاج بهش استدلالی نداشت. ما از این ویژگی گزاره های بدیهی استفاده کردیم، اونها رو پایه قرار دادیم، گزاره های نظری رو بر شانه اونها چیندیم و اومدیم بالا. به عبارت دیگه کاخ معرفت بر شانه های گزاره های بدیهی است. اعتبار سایر گزاره های نظری نیز وابسته به اعتبار گزاره های بدیهیه. اما اینجا یه سوال ممکنه مطرح بشه و اون این که گزاره های بدیهی اعتبار خودشون از کجا به دست میارند؟ گزاره های بدیهی علاوه بر این که مورد پذیرش همه انسان های عاقل هست، به این دلیل معتبره که واقعیت به ما نشون میده. این نیست که دلیل اعتبار گزاره های بدیهی تصدیق همگانی و همیشگی باشه. این ویژگی در همه گزاره های بدیهی هست، ولی اونی که عامل اعتبار معرفت شناختی اونهاست اینه که گزاره های بدیهی واقع رو به ما نشون میدند و ما در صدق و کذب دنبال مطابقت با واقع بودیم. پس امروز میخوایم به این سوال جواب بدیم که چگونه میتونیم بفهمیم که گزاره های بدیهی واقع رو به ما نشون میدن؟ پاسخ یک کلمه است. اگر ما بتونیم گزاره های بدیهی رو با علم حضوری مرتبط کنیم و نشون بدیم که گزاره های بدیهی برگرفته از همون علوم حضوری ما هستند و به عبارت دیگه در علم حضوری ما طبیعی میشوند، به موفقیت دست پیدا کردیم. چرا؟ چون در جلسات قبل اینو آموختیم که علم حضوری خود واقعیته و خطا ناپذیره. ما دو دسته گزاره های بدیهی داشتیم. یکی وجدانیات. خب وجدانیات خیلی روشنه که با علم حضوری ارتباط برقرار میکنه، به خاطر اینکه وجدانیات مفادش همون علم حضوری ماست. من اگر همون حالتی رو که در علم حضوری خودم میابم، مثلا حقیقت شادی رو درون خودم میابم، بدون هیچ تفسیر و گزارش اضافه تری همون حالت رو صرفا بیان کنم، میشه گزاره وجدانی. برای اینکه بفهمم گزاره وجدانی من احساس شادی میکنم، کافی هستش که به علم حضوری به خودم من و احساس شادی توجه کنم و درون خودم میابم که من احساس شادی دارم. بنابراین برای گزاره های وجدانی مسیر ما چندان دشوار نیست. چرا؟ به این دلیل که مستقیما علوم حضوری رو دارن گزارش میکنن. اما گزاره های بدیهیات اولیه چطور؟ گفتیم یه دسته مهمی از گزاره های بدیهی ما بدیهیات اولیه هستن. اونهایی که تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی برای تصدیق کافی بود. اینها رو هم میتونیم به علم حضوری برگردونیم. اما مسیر این اعجاب علم حضوری قدری با وجدانیات متفاوته. ما در مباحث گذشته یاد گرفتیم که یکی از اقسام علم حضوری ما هست به صورتها و مفاهیم ذهنی. یه گزاره بدیهی اولیه رو فرض میکنیم. مثلا گزاره شوهر همسردار است. گفتیم که ما به همه مفاهیم و تصورات اون علم حضوری داریم. من به مفهوم شوهر علم حضوری دارم، مفهوم همسردار هم علم حضوری دارم و وقتی که مفهوم شوهر رو میشکافم میبینم از چی حکایت میکنه. مفهوم شوهر یعنی مردی که همسر داره. من برای اینکه این همانی موضوع محمول، تطابق موضوع محمول رو تو این گزاره بیابم، به هیچ چیز دیگه احتیاجی ندارم. به این دلیل که محکی این گزاره ها رو در همون مرتبه ذهن خودم میابم. احتیاجی ندارم پا به جهان خارج بگذارم. احتیاجی ندارم مصادیق عینی رو بررسی کنم. احتیاجی ندارم استدلال عقلی کنم. همین که مفهوم موضوع دارم، مفهوم محمول رو دارم، علاوه بر این که به موضوع محمول علم حضوری دارم، به محکی اونها هم علم حضوری دارم و تطابقشون رو میابم.
یه ویژگی خاصی در گزاره‌های بدیهی اولیه هست که در گزاره‌های دیگر نیست. نوعی ارتباط خاصی که بین موضوع و محموله که تو گزاره‌های دیگر نیست. این مندرج بودن مفهوم همسردار در مفهوم شوهر رو هم من با علم حضوری خودم میابم. به همین ترتیب گزاره کل از جز بزرگتر است. هم به مفهوم کل و بزرگتر از جز علم حضوری دارم. محکی اینها رو هم معناشون رو در نفس خودم میابم. این همانی و انطباق اونها رو هم با علم حضوری خودم میابم. به همین ترتیب بقیه گزاره های بدیهی اولی رو هم با ارجاع به علم حضوری میابیم. پس اگر ما گزاره های بدیهی اولی و وجدانیات رو پایه معرفت قرار دادیم، نه فقط به خاطر اینکه مورد تصدیق همگانه، به خاطر اینکه اینها با علم حضوری صادق بودنشون کشف میشه و علم حضوری هیچ خطا پذیر نیست. اما برای صعود معرفتی از گزاره بدیهی به گزاره های نظری من استدلال میکردم. یک کسی ممکنه سوال بکنه که از کجا بفهمم که این استدلال معتبره؟ اعتبار استدلال از کجاست؟ مقدمات ممکنه که درست باشن، ولی اینی که از این مقدمه به این نتیجه برسم از کجا میفهمم؟ پاسخش اینه که تمام اشکال استدلال معتبر در دانش منطق به یک شکل برمیگردند. اون شکل مبنای همه استدلال هاست. ما اگر بتونیم اعتبار اون شکل استدلال رو درست تبیین کنیم، بقیه اشکال استدلال هم معتبر میشن. اون شکل استدلال هم شکل اوله. مقدماتش به این شکل الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. پس متوجه شدیم که همه اشکال استدلال برمیگردن به شکل اول و شکل اول هم خودش بدیهیه و هر بدیهی هم با علم حضوری تبیین میشه. پس از یک طرف مقدمات استدلال های ما گزاره های بدیهی یا نتایج اونهاست. شکل استدلال به شکل اول بازگشت میکنه که شکل اول هم نوعی بدیهیه و اون هم به علم حضوری برمیگرده. پس هم مقدمات استدلال هم شکل هر دو با علم حضوری مرتبط میشند. به این دلیل هستش که میتونیم ادعا کنیم گزاره های بدیهی و گزاره هایی که نتیجه گزاره بدیهی هستند واقعیت رو به ما نشون میدن، واقعیتی تردید ناپذیر. فقط یک نکته باقی میمونه و اون این که اگر ما نتونستیم یک گزاره نظری رو به کمک برهان به گزاره های بدیهی بازگردونیم، آیا این به این معناست که اون گزاره نظری برای ما هیچ اعتباری نداره؟ آیا این به این معناست که اون گزاره نظری در حکم گزاره کاذب و غلطه؟ خیر، این چنین نیست. اگر گزاره‌ای نتونست به کمک برهان به گزاره های بدیهی برگرده، ما نگاه میکنیم چه درجه از احتمال معرفتی داره. احتمال معرفتی یعنی چی؟ ببینید، فرض میکنیم بین 0 تا 1 مراتب مختلف احتمال رو. اون گزاره های یقینی که هیچ تردیدی درشون نداریم، گزاره های بدیهی اولیه رو احتمال 1 میذاریم. بر اساس همین هر گزاره‌ای به میزان نزدیکی شواهد و قرائن و دلایلش به اون گزاره 1 ارزش گذاری میشه. مثلا ما وقتی که یه سکه رو میندازیم بالا، احتمال این که شیر یا خط بیاد 1/2. وقتی که تاس رو میندازیم بالا، احتمال این که عدد 1 بیاد 1/6. احتمال این که اعداد زوج بیاد 3/6 یا 1/2. به همین ترتیب احتمال ها رو میسنجیم. مثلا اگر من گزاره‌ای داشتم، این گزاره نتونست مستقیما به کمک براهین عقلی به بدیهیات بازگرده، نگاه میکنم چقدر به اون احتمال 1 نزدیکه. بر اساس نزدیکی که به بدیهیات به احتمال 1 به یقین تام داره، گزاره های دیگر رو ارزش گذاری میکنم. گزاره های تجربی، عموم گزاره های تجربی نمیتونن به کمک براهین یقینی به بدیهیات بازگردند، ولی این به معنای نادیده گرفتن یا کاذب بودن اونها نیست. مثلا
اینی که ما میگیم هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشود. بر اساس شواهد و قرائنی که اونها رو تایید میکنه احتمال معرفتی اینها بالاتر میره. یه گزاره‌ای هست که تا حالا هیچ مثال نقضی نداشته. این احتمال معرفتیش بالاتر از گزاره‌ای هست که مثالهای نقض متوالی در دانش تجربی برای او فهرست شده. در مبناگرایی گزاره‌های بدیهی پایه قرار داده شده است و بقیه گزاره‌ها بر روی آنها استوار می‌شود. به گونه‌ای که ساختمان معرفت بر روی گزاره‌های بدیهی بنا می‌شود. در پاسخ به این سوال که گزاره‌های بدیهی اعتبار خودشان را از کجا به دست می‌آورند، می‌توان گفت گزاره‌های بدیهی وجدانی همان مفاد علم حضوری ما هستند. پس مانند علم حضوری خطاناپذیر و یقین آور می باشند. در گزاره‌های بدیهی اولیه نیز چون تک تک اجزای آن از مفاهیم ذهنی هستند و به علم حضوری نزد ما حاضر می شوند و همچنین ارتباط این مفاهیم با علم حضوری برای ما کشف می شود، پس در نتیجه تصدیق به این گزاره‌ها بر اساس علم حضوری و خطاناپذیر می باشند. اگر در بنا کردن ساختمان معرفت گزاره‌های بدیهی اولیه و وجدانی را پایه قرار دهیم و شکل استدلال را نیز به شکل استدلال بدیهی ارجاع دهیم، در نهایت به تصدیقی یقینی به نام برهان خواهیم رسید. یعنی در برهان مقدمات استدلال بدیهی هستند و به علم حضوری برمیگردند و شکل استدلال نیز به شکل اول بدیهی برگشت پیدا می کند و به این طریق یقینی 100% را حاصل می کنند. پس گزاره‌های بدیهی و گزاره‌هایی که نتیجه گزاره بدیهی هستند، واقعیت تردید ناپذیر را به ما ارائه می دهند. گزاره‌های غیر یقینی بر اساس شواهد و قرائنی که آنها را تایید می کنند، از درجات معرفتی بالاتری برخوردار می شوند. پرواز کن که تفکر تو بال پرواز توست.